ای دوستان مهربان مهرآوران خوش آمدید. عزتشناس و قدردان صاحبدلان خوش آمدید. از کدام دوستان این کاشانه شد چون بوستان بر بوستان بخزان. ای دوستان خوش آمدید. السلام علیکم حاضرین ارجمند، مهمانان عالی قدر، پدران بزرگوار، مادران مهربان، دامادین نکوتاله و عروسی نازنین. پیش از همه تشریفی حرکت شما رو به این طرفخانه زیبا و برهوا و این بزمگاه جمشیدی خیر مقدم میگویم. خوش آمده. قدم های حرکت شما نوری دیده و تاج سر. ایشان مقصد اینجا سرجم گردیدنی ما اون است ما همه یک جای به خاطری تجلیل گرفتنی بزم خاندار شوی دامادی نکوتاله محیدین خوجه و از همین روزو از همین لحظه سر کرده عروسی نازنینشان مهیا خان سرجم گردیده. من میخواهم در آغاز از این فرصت خیلی مناسب و موافق استفاده برده از نام خود، از نام اهل هنر، از نام گروه نواربرداران کسبی خوشبخت میدیا داماد و عروسی نازنین را با نهادن اولین قدم به آستانه بخت از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. به هر دو خانه پرنعمت و آباد میخواهم. دلی بیداغی از هر گونه غم آزاد میخواهم. برای زندگی بر گل عروسک عشق شیرین را به داماد عزم خار و افکنی فرهاد میخواهم. محیدین خوجه و مهیا خان، این شام شما با محبت خود با قلب‌های سرشار از عشق صمیمی همه ما رو در این طرفانه سرجم نمودید. مس با شرافت عشق پاک شما ما در این طرفخانه قدم رنجه کردیم. عشق شما به زوال و جاویدانه بود. این قدم هایی که شما امروز به آستانه بخت می‌نهید بگذار استوار و مستحکم باشد. به شاهراه زندگی که شما را سپار می‌گردید هیچمانی از سد راه شما نگردد. علایاران شما رو وقت نیکو هم سفر برو. شبی فردایتان روشن‌تر از نور سحر برو. برای روزگاری نو قدم هم جای بنهاده قدم هاتان از اول تا به آخر بی خطر برو. عروسی در حیات کس فقط یک بار میآید. از این رو بزم شادی شما پرجوش‌تر برو. تخت و بخت و این لحظه های خوش و زیبای زندگی به شما داماد و عروسی نازنین همایون بود. و از آن نفرانی که اینجا هستند، مهمانان، خویش و تباران، عزیزانی که در این طرفانه قدم رنجه نمودید، خواهش دارم از شما بیایید همه یک جای در آغاز یک کفی بلندی تاجیکانه بزنیم و داماد و عروس رو بنشستن رخصت بدیم. مرحبا نشینید. شما دو نودگو دو نونهالید، شما دو قطره آب زلالید. از این روز و از این ساعت از این دم شما بر یکدیگر حق و حلالید. مهمانان عالی قدر، حاضرین ارجمند، امروز صاحبان این محفل بهر ما یک سفره پر از ناز و نعمت تویانه را آراستند. ببینید دسترخوان پر از ناز و نعمت، خیلی دسترخوان پرفیض با اشتها باشه. با شما اشتهایتان تمنا دارم استراحتی با فراغت. این شام خیلی یک شام زیبا خواهد بود، زیرا هنرمندان بهترین کشور اینجا حاضرند تا که محفل آرای بزم جمشیدی نوخانداران باشند. پیش از آن که سرود و ترانه را آغاز نماییم ناگفته نماند این سنه خیلی یک سنه خوش و خاطرمان بهر داماد و عروس است، زیرا شام وصال محیدین خوجه و مهیا خان راست آمده است در روزی زادروزی عروسی نازنین. عروسی نازنین ما ملکه بزم ما امروز زادروز دارند. مبارک روزی مولود شما بود. نگهدار شما دائم خدا بود. تمام شادی عالم همیشه شریک زندگانی شما بود. شما 100 سال دیگر زنده باشید، چو خورشید فلک تابنده باشید. میان دوستانی بهتر همیشه با لبی پرخنده باشید. همیشه قلبتان پر عشق باشد، به لبهاتان سرود عشق باشد. همه رازی که افشا می نماییم فقط اندر درودی عشق باشد. و افتخاری زادروزی عروسی نازنین یک کفی بلندی تاجیکانه میزنیم.
یک نفر پیوندی این خاندان انیترش تقوی مهربان و غمخوار عروس نازنین اکوی اکبر خوجه خواستند بخشیده به محفل جیانی عزیزشان و بخشیده به سالگردی عمر جیانی عزیزشان یک هدیه بهترین را اهدا نمایند به عروس نازنین و به همسری حیاتیشان. تقوی عزیز و ارجمند اکوی اکبر خوجه به خاطر مبارکبادی این شام خوش و خاطرمان یکم سراینده امید بخش بانوی هنر که هم صدا و هم سیمای زیبای صحنوی دارند از پایتخت کشور دعوت کردند. بانو مدینه اخنظر و برای مبارکبادی این محفل آمدند. من میخواهم نخست نوبت را به مهمان عزیز دهم تا که محفل را آغاز نماید. برابر خوش آمدید و نوبتی هنرنمایی به شما. برابر